سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. تابوت زیابکوف در روی دست، میتینگ در خوروغ در پی مرگ مرموز یک ساکن بازداشت شده شاهدره. ادوکات شمس‌الدینوف بعد مراجعت به پرزیدنت به 8 ماه زندان محکوم شد. سه بازار سلطان کبیر، آسیا و مدد در دوشنبه از 1 مارس بسته می شوند. سوختار در کارخانه پخته در نویه مشچا. تغییرات کادری، دهها سودجه و پروکورور جای کار خود را عوض کردند. رحمت بر پدر و مادرت، قدرشناسی از سفرعلی برای نجات دختر از خودکشی. و اکنون تفصیلات خبرها. مرکز مطبوعات پروکراتور ژنرالی تاجیکستان در یک اظهارات ویژه که توسط خبرگزاری دولتی خاور نشر شد گفت گلبدین زیابکوف ساکن 29 ساله دهه تقدیم نویه روشکلا نیمه اول روز 25 نوامبر ساعت 11:30 هنگام بازداشت به ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه نشان داده از تپانچه تمغه مکاروف که غیر قانونی در اختیارش قرار داشت آتش کشید. در نتیجه آتش جوابی جنایتکار زخمدار گردید. به گفته دادستانی از جای حادثه تپانچه مکاروف با یک تیردان و 5 تیر گرفته شد. پروکراتور ژنرالی گفت زیابکوف گلبدین زیابکوویچ سال تولدش 1992 برای صادر کردن جنایت از روی ماده های 181 قسم 3 غصب گروگان از جانب گروه متشکل و 189 قسم 3 برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در اساس مواد گفتگویی مقامات پروکراتور در گفتگو رسمی قرار داشت. بنا به فرضیه تفتیشات زیابکوف با همدستانش از گروه متشکل جنایتی 1 فوریه سال 2020 یاردمچی پروکورور نویه روشکلا ابیرزاده را گروگان گرفته در دهه انجیم و بر جنگل امین نویه مدت 8 ساعت مورد لطکوب و شکنجه قرار داده بودند. وابسته به حالت مذکور نسبت به زیابکوف و هم مسلکانش از طرف پروکراتور ولایت مختار کوهستان بدخشان پرونده جنایتی آغاز گردید، ولی او و شریکان جنایت پیشش دعوت‌های چندین کرته مقامات تفتیشاتی را نادیده گرفته برای دادن نشانداد حاضر نشدند. از این رو در گفتگو رسمی قرار داشتند. در حال مقامات دادستانی میگویند زیابکوف هنگام بازداشت زخمی شده است. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که او کشته شده و چند ساکن دیگر منطقه شاهدره نویه روشکلا در عملیات روز 25 نوامبر زخمی شدند. ساکنان همچنین خبر دادند که 2 افسر امنیت را به بیمارستان ولایتی آورده در شعبه رانیماسیا خواباندند. معلوم نیست که آیا آنها هم در عملیات بازداشت زیابکوف زخمی شدند یا در یگان حادثه دیگر. طور قبلا خبر دادیم روز 25 نوامبر 10 ساکن شهر خوروغ و ناحیه‌های اطراف آن یک تابوت در روی دست از کوچه‌های شهر راهپیمایی کرده در نزد بنای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان گردی هم آمدند. آنها گفتند که این تابوت ساکن شاهدره نویه روشکلا گلبدین زیابکوف است و از مقامات طلب دارند تا که گناهکاران مرگ او به جوابگری کشیده شوند. در ویدیوی کوتاهی که به اداره پایگاه خبری بامداد رسید دیده می شود که اعتراضگران تابوت را در نزد بنای حکومت ولایت در روی منبر گذاشتند. ساکنان نوروزی در مرکز خوروغ گردی هم آمده به پایگاه خبری بامداد گفتند که چند وقت پیش یک کارمند پروکراتور نویه روشکلا که زاده ولایت ختلان بوده است عبدالستار کبیرزاده تو چیکار کردی که اینمی اولاد در اومدگی؟ ما خطاگی با اولا کل مردم بدخشان بخشش میپرسم. دیگه همین که خطاگی ما قطعا دختر صحبت کردم همون نمیرو را روسیه رقم با یک دختر از شادر دل بسته چند دفعه به وی پیام‌های عاشقانه فرستاده، همچنین چند بار پیش رویش را گرفته اظهار عشق کرده است. دختر به خویش و تبارش شکایت کرده است و آنها آن کارمند پروکراتور را لطکوب کردند. آن مناقشه با میانروی رئیس پیشین ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف با راه‌های مصالحت آمیز حل شده بود و آن کارمند پروکراتور را به ناحیه دیگر گذرانده بودند. اما بعد برکناری یادگار فیضوف پرونده لطکوب کارمندان دادستانی را از سر گرفته اخیراً چند ساکن شاهدره را با اتهام لطکوب نماینده حاکمیت دستگیر کردند. یکی از آنها
همین گلبدین زیوبکوف بوده است. دادگاه شهر بختر روز 24 نوامبر سید نورالدین شمس‌الدینوف وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را که در پایان سال 2020 به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود باز به 8 ماه علاوگی زندان محکوم کرده است. یک نماینده دادگاه بختر به رادیوی آزادی 8 ماه حکم گرفتن شمس‌الدینوف را تصدیق کرده گفته است که حکم او را دادرس حنیفه علیمزاده صادر کرد، ولی نماینده جزئیات دیگر نداده است و معلوم نیست که دادگاه با چه جرمی به حکم ادوکات 8 ماه دیگر افزوده است. این در حالی است که ایبدار کننده دولتی روز 8 نوامبر شمس‌الدینوف را با همکاری با حرکت اپوزیسیونی ممنوع گروه 24 ایبدار کرده از دادگاه برای او همچون جزا 7 سال زندان طلب کرده بود. در پی این طلب دادستانی سید نورالدین شمس‌الدینوف مراجعتنامه‌اش را به عنوان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی نشر کرد. سید نورالدین شمس‌الدینوف در این مراجعتنامه گفت او را با مقصد پوشاندن قانون‌شکنی‌های مقامات حفظ حقوق ناحیه وخش بر اساس اتهامات ساخته و بافته محکوم به زندان کرده برای آنکه دیگر به یگان جا شکایت نکند از نامش در اینترنت ویدیوها نشر کرده به ضدش با اتهام گویا همکاری داشتنش با سازمان‌های ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 پرونده نو آغاز کردند. هنوز معلوم نیست که آیا همین مراجعت باعث شد که دادگاه با صدور حکم کمی 8 ماه نسبت به شمس‌الدینوف اکتتاف کند. فیض عالی وکیل مدافع سید نورالدین شمس‌الدینوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت چون این حکم دادگاه را پیروزی او و زیر حمایتش نامیده است. 8 ماهی که دادند با نظرداشت دوره نگهداریش در سزای بختر به اعتبار گرفته نمی شود. در عموم 8 سال و 2 ماه دیگر حبسش مانده است. من با دلیل‌ها پیشنهاد کردم که یا سید نورالدین سفید کرده شود یا پرونده قطع گردیده و یا به تفتیش دوباره فرستاده شود. ذکر کردم اتهامی که نسبت زیر حمایه من اعلام شده است جنایت نیست، کسی ضرر ندیده است. دادگاه پس از سنجیدن حرفهای ما حکمش را خواند. ادوکات زندانی در مراجعتش گفته بود داستانی ناحیه وخش تا شخصا به محبس آمده او را شکنجه داد تا که از ادامه شکایت‌هایش دست کشیده به تقدیر تن دهد. سید نورالدین شمس‌الدینوف از امامعلی رحمان و رستم امامعلی خواست که پرونده او را زیر نظارت خود بگیرند و به یک دادگاه بی‌غرض بسپارند. سید نورالدین شمس‌الدینوف را ماه دکامبر سال 2020 بر اساس 7 بند کودکس جنایتی از جمله برای خرید و فروش زمین و قلابه به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کردند. شهردار دوشنبه خبر داد که با مقصد به طلب معماری و شهرسازی معاصر موافق نمودن کوچه‌های نعمت قره‌بایف، ناحیه فردوسی و جامع ناحیه سینای شهر دوشنبه تامین حرکت به ممنوعیت واسطه‌های نقلیات در این راه‌ها و تنظیم دولتی سودا بر اساس قرار شهرداری از 24 نوامبر سال 2021 فعالیت بازار، نقطه‌های فروش و خدمترسانی جمعیت دارای مسئولیت محدود سلطان کبیر، جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض سعید آسیا و گرد و اطراف آن در ناحیه فردوسی همچون مرکز سودای مدد واقع در کوچه جامع ناحیه سینا از 1 مارس سال 2022 باز داشته شده. من بعد با ترتیب مقرر گردیده فعالیت صاحبکاران در دیگر محل جایگیر کرده می شود. درباره به کجا کوچاندن سوداگران این بازار در شهرداری هنوز اطلاع ندادند، ولی در اطلاعیه گفته می شود که در جای این سه بازار بنیاد شهرک طبی، مرکزهای سالمگردانی با منطقه سبززارکنی استفاده عمومی پیش بینی شده است. شهرداری گفت ساختمان این مؤسسه های طبی هنوز در نقشه گنرالی شهر دوشنبه در سال 1983 تهیه و تصدیق شده بود. اقدام مذکور با مقصد تطبیق با مرام نقشه گنرالی و عملی نمودن هدف‌های اجتماعی جهت تامین شرایط مساعد به ساکنان پایتخت و بنیاد انشاءات تندرستی و سالمگردانی راه اندازی می‌گردد. تاکید شده است در اطلاعیه شهرداری در اول سال 2020 در دوشنبه بازار جلجم نیز به دلیل موافق نبودنش به نقشه گیم پلان تخریب کرده شد. سوداگران آن بازار را به بازار نوبنیاد کوشانیان که در خیابان حافظ شیروزی در نزدیکی مرکز دوم گرمدهی دوشنبه ساخته شده است کوچانده بودند. بازار سلطان کبیر همراه با بازار آسیا بزرگترین بازار فروش محصولات غیر لباسه در پایتخت تاجیکستان به شمار می رفت.
مردم اشیای روزگار از قالین و پلاس تا یخدان و تلویزور، از بیل و کلان تا قسمای احتیاطی ماشین را از همین جا می‌خریدند. مالک بازار سلطان کبیر عوض کبیروف یک صاحبکار پرنفوذ زاده نویه واسع است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کارخانه کارکرد پخته در نویه مشچوی ولایت سوخت نیمه شب 25 نوامبر تقریبا ساعت 2:30 آتش گرفته. با گذشت 6 ساعت هنوز علنگه سوختار خاموش نشده است. تا هنوز دلیل سوختار معلوم نیست. در این باره آزیا پلوس با نشر چند عکس از محله سوختار خبر داد. در عکس‌ها دیده می شود که از بناهای کارخانه زبان آتش تا به آسمان بلند می شود و سوختار نشانها با کمک مردم تلاش دارند تا پیش روی آتش را بگیرند. یک منبع از ریاست خدمات آتش نشانی در ولایت سوخت به آزیا پلوس گفت سوختار در کارخانه پخته شرکت مظفر کوه روی داده. علنگه آتش خیلی کلان است. او افزود با رسیدن خبر سوختار حدود 20 نقلیات آتش نشانی را به جای حادثه سفر بر کردند. سوختار خیلی دامن پهن کرده است و از ساعت 3 صبح امروز تا ساعت 8:30 با گذشت تخمینا 6 ساعت حالا هم علنگه آتش خاموش کرده نشده است. حالا سبب سوختار معلوم نیست ولی تخمین می رود سوختار حدود 400 متر مربع کارخانه را فرا گرفته و دامان آتش سوزی در حال زیاد شوی است. در این کارخانه به مقدار خیلی زیاد محصولات تیار پخته موجود بود. گفته است همصحبت آزیا پلوس از ریاست خدمات آتش نشانی ولایت سوخت. منبع آزیا پلوس در حکومت نویه مشچو نیز خبر سوختار در کارخانه پخته شرکت مظفر کور را تصدیق کرده. گفته است این کارخانه کارکرد پخته به صاحبکار سلیم میرزایف تعلق داشت. وی افزود که سوختار در حال روی داد که در این کارخانه به مبلغ بیش از 4 میلیون دلار محصولات تیار جمع شده بود. از روی شنید من در این کارخانه 1400 تن نخ پخته استحصال و در ذخیره بود که هر یک نخ پخته تقریبا 3000 دلار ارزش داشت. حالا هم سوختار خاموش نشده است. گفته است کارمند مأموریت نویه مشچو. فعلا سبب سوختار و حجم دقیق خسارات در این کارخانه پخته تازه‌کنی معلوم نیست. نویه مشچو یکی از بزرگترین نویه‌های پخته‌کار نه فقط ولایت سوخت بلکه همه تاجیکستان به شمار می رود. در دوران شوروی این نویه سالانه به دولت بیش از 50,000 تن پخته می سپرد. رهبریت ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شهروند غایبوف سفرعلی گل محمدویچ را که صبح 23 نوامبر یک دختر را از خودکشی نجات داد برای دلیری و جسارت و ادای قرض شهروندی با سپاسنامه و یک قطار تحفه‌های خاطروی قدرشناسی کرده است. طور قبلا خبر دادیم صبح 23 نوامبر ساعت 2:15 یک جوان دختر 17 ساله از شهر وحدت که دارای بیماری روحی بوده به سبب خروج بیماریش خودش را از بالای پول کوچه سعدی شیروزی به دریا پرتافت. در همین حال شهروند غایبوف سفرعلی سال تولدش 1990 استقامت کننده کوچه قهاروف که منزل استقامتیش در روبروی محله حادثه واقع است با شنیدن داد و فریاد مردم با شتاب از سر دیوار اولیش پریده به جای حادثه حاضر شد و به دریا در آمده دختر را از آب بیرون برآورد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در توصیف از کارنمایی سفرعلی غایبوف گفت واقعا نامبرده از خود متانت و جسوری نشان داده برای نجات جوان دختر جان خود را در خطر گذاشته است که این عمل جوان مردانه سفرعلی باعث افتخار و نمونه عبرت همگان می باشد. رهبریت مقامات ملیت شهر دوشنبه ضمن سپاریدن تحفه‌های خاطروی همزمان منتداری صمیمی خود را به والدان این جوان رسانیدند که ایشان در حقیقت جهت تربیت وطن دوستی فرزند خویش زحمت‌های بی‌اندازه کشیدند. خود سفرعلی قبلا گفته بود که یگان کارنمایی نکرده است بلکه قرض شهروندی و انسانی خود را ادا کرد. دختری که او نجات داد حالا در بیمارخانه قره‌بالا تحت نظارت دکتران قرار دارد. وضع او را حالا خوب ارزیابی میکنند. هر سال در تاجیکستان بیش از 600 حالت خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. اکثر آنهایی را که قصد جان خود میکنند زنان و دختران تشکیل میدهند. مشکلات زندگی و مناقشه های اویلوی یک سبب عمده خودکشی ها در تاجیکستان شمرده می شود. روز 25 نوامبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در قصر ملت
با کادرهایی که در مقام‌های حفظ حقوق و ترتیبات، سود، پروکراتورا، قشون‌های سرحدی، کمیته دولتی امنیت ملی و دیگر ساختارهای دولتی به وظیفه‌های رهبری کننده تعیین گردیدند ملاقات کرد. با فرمانهای پرزیدنت در عموم 37 سودیا از جمله رئیسان سود نویه حمدانی شهر توز و شهر لیوکند ولایت ختلان، رئیسان سود شهر خوجند، استرافشان، کون بودام، گلستان، نویه اشت، باباجان غفور و ولایت سوخت، رئیس سود نویه لخش و دهها سودیا بنابر به انجام رسیدن مهلت وکالتشان به وظیفه‌های دیگر تعیین گردیدند. همین طور در مقامات پروکراتورا نیز تغییرات کادری صورت گرفته. پروکورورهای نویه روشقله و ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان، پروکورورهای شهرهای کولوب، نورک و نویه دوستی ولایت ختلان، پروکورورهای شهرهای اسفره، کون بادام، گلستان، استقلال، نویه‌های ظفرآباد، مشجع، شهرستان ولایت سوخت، پروکورور نویه فردوسی شهر دوشنبه عوض شدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت به این مقام‌ها کادرهای جوان و صاحب تجربه و دارای مهارت رهبری تعیین گردیدند. همچنین با قرارهای حکومت عبدالرحیم زاده پرویز عبدالرحیم سردار خدمات دولتی معماری و ساختمان کمیته معماری و ساختمان، عبدالرسول زاده شهریار عبدالرسول سردار خدمات اجازتنامه‌دهی فعالیت شهرسازی این کمیته، اشورزاده بختیار سیدقل سردار ریاست اکسپرتیز دولتی غیر اداروی لایحه‌های ساختمان، نورعلیزاده سفربک نورالله دیرکتور مرکز تطبیق لایحه ساختمان راه اتومبیلگرد شاهان زغر، امیرزاده دلفروز صبحان دیرکتور تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی، محمود امزه نوروز دیرکتور تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان، بختاور سیف الله دیرکتور تلویزیون موسیقی شهنواز تعیین گردیدند. ضمن ملاقات امامعلی رحمان از افزای منطقه و جهان، تامین ولایت قانون، پیشگیری همه گونه قانون شکنی، تامین عدالت سودی، بررسی شفاف و عادلانه پرونده ها، مبارزه با ضد خرید و فروش زمین و قانون شکنی ها در این سمت، تحکیم و حفظ سرحد دولتی، مبارزه با ضد تروریسم و افراطگرایی، پیشگیری قاچاق مواد مخدر، سلاح و دیگر جنایت‌های فراملی یادآور شده تاکید کرده است که کادرهای جوان و بالیاقت با نظر داشت تهدید و خطر از جنایت‌های زمان معاصر باید پیوسته آموزانده و با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر سطح دانش و تخصصی خود را بلند بردارند. پاک وجدانانه، صادقانه و با مسئولیت بلند منفعت‌های ملت و دولت را از همه منفعت‌های دیگر بالا گذاشته با دست و دل پاک به منفعت دولت و ملت خدمت نماید، گفته است امامعلی رحمان خطاب به کادرهای نوتعیین شده در انجام ملاقات. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامونی با عریضه مرد 31 ساله ساکن جماعت دهات در بند نویه سنگوار مراجعت نموده است که شب 23 و 24 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 02:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل افت شخصیش تمغه اوپل استرا که در کوچه شفچنکی پایتخت به نظارت می ایستاد 18,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 16 ساله ساکن جماعت دهات سمتوده نویه رودکی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله دوی در نویه سینو با عریضه مرد 30 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 16 فوریه سال 2020 در نزد بنای استقامتیش مرد 31 ساله ساکن امین نویه با روی فریب به باوریش درآمده از او $41,000 آمریکایی گرفته وعده داده است که بر عوضش از کوچه اسماعیل سامونی یک منزل استقامتی را به نامش حجت گذاری کرده می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 36 ساله ساکن جماعت دهات پلدان شهر کونبادام آغاز کرده شده است. نام برده 31 آگوست سال 2021 با راه فریب به باوری مرد 60 ساله ساکن جماعت دهات پلدان درآمده از او افت ماشین تمغه اوپل زفیره را
به مبلغ 41,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته اولهای ماه سپتامبر سال 2021 به مرد 26 ساله ساکن امین شهر به مبلغ 35,500 سومانی فروخته مبلغ به دست آورده را به احتیاجات خود صرف نموده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.